تخته پنبه دوزی نازک با دوتا روبالشی و رو تختی. 5-6 تا رنگ داره. جنسش هم نخ کتانه. نه عرق میکنه تابستون، نه دوندون میشه. این هم طرح روشه. عکسش هم که میبینید مارک لاویتا. اینا طرحهای ساده شه. اینا همین پنبه دوزیه با همون جنس کار شده دانتل. پایینشه که مشاهده میکنید دانتله، لحاف هم نیست. پنبه دوزی نازک. 5-6 تا رنگ داره. رنگاشو مشاهده میکنید. توسی روشنشه. تقریبا نسکافه ای میشه گفت. توسی تیره. این از مارک لاویتا زیر قیمت بازار. ضخامت هم نداره، هم مصرفی هم تزیینی. دورش هم اینجوری گیرپول کار شده، دوخته شده هم هست. چسبکاری نیست که در بیاد.